حتما تو خبرهای چند روز اخیر شنیدین که بعد از رسیدن دوران تحریم و تهدید نخریدن نفت ایران از سوی جینگیلی آمریکا و فینگیلی اروپا، سران نظام آخوندی هم جهت تهدید غربی ها گفتن که اگر نفت ما رو نخرین پس ما هم تنگه هرمز رو میبندیم. حالا چرا تهدید کردن که تنگه هرمز رو میبندند؟ به خاطر اینکه عمده سوخت دنیا با کشتی‌های نفتکش از این مبر رد میشه. بعد ما اومدیم یه بررسی انجام دادیم و متوجه شدیم که این آخوندا و سپاهی‌ها کلاً تصور دقیقی از تنگه هرمز ندارند. عرض تنگه هرمز چیزی حدود 55 کیلومتره. ولی خب اینا فکر میکنن که احتمالاً یه جایی مثل چهارراه ولیعصر یا مثلا در بندرکه است که با 4 تا بسیجی بتونن برن ببندنش. شما اگه یه محاسبه ساده و فقط 4 تا ضرب در تقسیم معمولی بزنی میفهمی که حتی اگه کل آخوندهای مملکت و کل سپاهی‌ها رو ببریم بریزیم کف این تنگه هرمز، بازم جا واسه رد شدن نفتکش‌ها باقی میمونه. الو سلام علیکم حاج آقا، خدا قوت، صدا منو میشنوین؟ الو حاج آقا، ببین من همونیم که همراه یه گروه از این برادرها فرستادین بیایم هرمزگان. ما الان جلوی تنگه هرمزیم. ببندیمش؟ چی رو؟ نه آقا چی رو ببندیمش؟ نه حاجی شما کلا مختصاتت غلطه. ببین شما گفتین پاشین بیایم تنگه هرمز رو ببندیم، ما هم اومدیم اولش هم فکر کردیم لابد یه جای تنگی هست کنار خونه آقا هرمزینا. الان اومدیم اینجا، نه تنها اینجا هرمز نامی وجود نداره، اصلا هم تنگ نیست، اسمش تنگ است، اتفاقا خیلی هم گشاده. آدم بریزیم تو دریا؟ حاج آقا ما خیلی ریختیم، تا الان 6 تا گردان آدم ریختیم تو آب ولی بسته نشده. نه حاجی خیلی گشادتر از این حرفاست، بسیج 20 میلیونی هم بیاری این تنگه پر نمیشه. الو حاجی اله